شما سلام و عرض ادب دارم. چند تا خبر و تفصیل در سبک خبر اپ دارم. اولین خبر رو حتما شنیدین. خبر مسرت بخشی بود. شیخ واعظ طبسی ملقب به سلطان خراسان نفسش بند و سقط شد. یکی از طایفه دزدای ولایی کم شد. این طبسی رمال شکمباره همونه که فقط واسه نهارش از 4 جای ایران واسش کوفت و زهر مار می بردن. زرشک از فلانجا، ماهی از فلان شهر، انار از فلان ده. این حاجی سلطان غیر از پولای تولیت 12 معدن زغالسنگ داشت. تجارت‌های قشنگ مشنگ داشت. یه خونه داشت قبل از انقلاب فقط 160 متر. الان یه کاخ داشت خودش تکی که به کرملین هم میگه زکی. میخوام بگم هم جانی بود هم چند تا این یارو زندانی بود. بله گفتم زنجانی یادم افتاد این روزا میلرزه. آخه حکم دادم افتاده فل ارزه. سلواتی به این مسیجی اقتصادی حکم اعدام و حواله کرد. چسبوندش به دیوار و ماله کرد. یعنی خلاصه دزمزدا نشستن دیدم بهتر یکی رو دم برق بدن بقیه رو در ببرن. حالا اون بسیجی رقصنده پاک شده دیگه از رو لباش خنده. خبر آخر خبر جام زهرای بعدیه. یعنی یه وضعیه شیخ فرین همین که خرش از پل گذشت وعده برجام 2 و 3 و 4 رو داد. یعنی یه جورایی خط کارو داد. بخوام چی هم گفتش بیاین توبه کنیم پیش ماها. اینجوری وا میشن جلومون راهها. مردم در 7 اسفند پاسخ بداخلاقی ها رو دادند. ان الله هو التواب الرحیم. همه باید توبه کنن. حالا خامنه ای حرفش چیه گوش کن. میگه بابا من بدنم نمیکشه، دست ناقصی دارم، جسم علیلی دارم، روح ذلیلی دارم، خلاصه نمیکشم اینقدر زهر و تلخی دهر. میگه بابا دلخوشی؟ من از تنسمک نمیکنم خودکشی. بذار حق غلطی میخوان بکنن. مهم اینه که با برجام و بی برجام کار آخوندان میره رو به اتمام. الحمدلله. بله باز رسیدیم به پایان اخبار. تا یه خبر اپ دیگه خدا نگهدار.